رسانه یک ابزار بسیار نیرومند است. بسیار معتقدند که رسانه رکن چهارم یک نظام است. این رسانه هست که روایت خلق میکنه، این رسانه است که آجنده ها را تعیین میکنه و این رسانه است که در شکل دهی ذهنیت مردم عام جامعه نقش بسیار مهم و جدی را ایفا میکنه. در شرایط موجود افغانستان که رسانه های داخلی تحت یک سانسور بسیار جدی حاکمیت موجود قرار دارند، ترافیک اطلاعات به شکل درستش صورت نمیگیره و آزادی بیان سرکوب شده، رسانه هایی که در بیرون از افغانستان فعالیت میکنن یک رسالت بسیار ارزشمند و یک مقدس را پیش میبرند. بسیاری از این رسانه ها در آجندای خود مسلماً یک توجه خاص به بخش حقوق بشر و حقوق زنان دارند، بازتاب دهنده شرایط موجود زنان افغانستان هستند و همچنان اقشاری از جامعه که شاید تمام رسانه ها به اونا نتونن دسترسی داشته باشند و بسیار از مناطق متاسفانه در دسترسی رسانه ها قرار ندارند. اما رسانه توازن خوشبختانه جزی از اون رسانه ها است که هم در قسمت حقوق بشر و هم در قسمت انعکاس نقاط مختلف افغانستان و بازتاب وضعیت مردم افغانستان بسیار موفق عمل کرده و من یک سالگی این رسانه را به اونا تبریک میگم، به تمام دستاندرکاران و کسانی که در این رسانه زحمت میکشن، کار بسیار ارزشمندی را انجام میتن و من امیدوار هستم که این رسانه در سالهای آتی هم مثل این یک سال خوب بدرخشه و دریچه‌ای باشه برای مردم افغانستان تا وضعیت افغانستان و همچنان وضعیت زنان و دختران افغانستان را به شکل درست، شفاف و ارزنده انعکاس بدن. باز هم تبریک میگم یک سالگی روزانه خبرگزاری توازن را و برای تمام شما عزیزان آرزوی موفقیت و تندرستی دارم.